خب اسکرین خود شیر است نه؟ بله. اینان گل کنین مایکایتان سه کنین ما برتان بگویم اینان گپ ما در کجا بود وقتی که ما من ایمیجی را اکثر اپلود کردیم ما خویجا برتان مثال داده رایستم ما خود تانوز چیز را اپلود نکردیم ایجا من ایمیج اپتیمایزیشنش مهم است چه قسم ما برتان مثال دادم همراه پیکیجینگ باشه درست است ما کوشش میکنم ما امیدوار هستم که شما نوت گرفته باشین این گپا را ما اگر ریکورد روان کنیم چی روان نکنیم چی میکنه باید شما پلان بی داشته باشین درست است خب ویدیو خو اپلود کردیم ویدیو اپتیمایزیشن ویدیو چه قسم اپتیمایز میشه خو یک درس ما مکمل به خاطر از گرفتیم دیسکریپشن خو فهمیدین اگر دیسکریپشن ایمیجز ندارین عکسایی که در پروداکت ایمیجز شما اپلود کردین اونم رو میارین در دیسکریپشن کیس اپلود میکنین در پایین انمی چارج در اضافه میکنین در دیسکریپشن شما اتوماتیکلی اپتیمایز است درست است اپتیمایز است سایز ویت استاندارد ان متریال درست است بعد از اون ما میام اینی تایتل هم شد اینی من ایمیجز هم شد و اینی ویدیو هم شد سعی کن ویدیو هم اپلود میکنم ویدیو به اینی سایز ها باشه لیستینگ شما اینی قسم که اینا لیستینگ ما آماده شد فرض مثال هم به گونه اقتصادی سیست اگر شما دیسکریپشن ایمیجز ندارید عکس را پرتین عکسایی که در پروداکت ایمیجز انداخته بود درست است به گونه اقتصاد لیستینگ ما تکمیل شد اینا را ما اپتیمایز میکنیم صرف ویدیوش ماند که ویدیو از ما جدا لکچر داریم که ویدیو چه قسم اپتیمایز میشه خیلی مهم درس از ویدیو اپتیمایزیشن ویدیو اپتیمایزیشن شما یاد بگیرین شما را هیچ کس استارت کرده نمیتونه شما سیلز نیارین همو تو سیلز میاره این خیلی خطرناک است در ادورتایزینگ خیلی یک رول مهم داره ویدیو چون کلی جنس ما فروخته میشه با واسطه ویدیو باید اپتیمایزیشن از رو خوب بلد باشین لیستینگ هم درست است لیستینگ ما اینالی ما فکر میکنم که لیستینگ ما اپتیمایز شد تا اینمی تو یک حالت نشه در پرودکت ما لیستینگ ما این تو خودم دست نزنم اپتیمایز نشه دلم آرام نمیگیره ما خواهی تو هستم وقتی که ما پرودکت نو لانچ کردم لیستینگ ما اپتیمایز نباشه خیر از 2 هفته 1 هفته وقت بگیره ما خب بیست خدا میکنم شما بیست خدا بکنین اونمو حرف استیو جابز یادم میگه if I tried my best then failed این تو یک ضرب المثل داره میگه اگر ما بهترین خود در یک کار انجام بدم اونمو کسی که اپل رو جور کرده درست است من میگه بهترین خود اگر در یک کار انجام بدم تا اونمو آخرین ترین حد که من میتونم انجام بدم اگر ناکامم شما میگه دما فرق نمیکنه به خاطری که میگه ما خود تسلی میتونم که بهترین خود خود انجام دادم وقتی که آیفون لانچ کرده بود وقت آیفون 2 بود آیفون 3 بود اما آیفون 2007 یک آیفون لانچ کرده بود نمیفهم کدام بود اما اولین ورژنش که بود اونمو هوم بتن او وقت آیفون که از هوم بتن داشت درست است هوم بتن از اون میفهمن وقتی که مکمل تیمش آیفون رو دیزاین کرده آورد دید آیفون کل جای سیس گفت داخل هوم بتن چه کردن داخلش یعنی در زیر هوم بتن او دیزاین نشده بود گفت برین چند میلیون دلار مصرف کن ایران دیزاین کنه پایین از اون کی میبینه هوم بتن کی میبینه پایین از اون کسی خو نمیبینه هوم بتن از دیگه پایین از اون کس دیزاین نشده بود گفت برین چند ماه دیگه هم وقت دیگه هم چند میلیون دلار بتن پایین از اون دیزاین کنه این درست این انسان ها که خطرناک انسان هست وقتی که سیز خو مشتری خو نمیفهم اما خو من میفهم که اینجا مشکل داشت ما چه قسم وجدان خود اجازه بدم سیز اینی کار ما نکردیم ما چه قسم وجدان ما خو اینم تو واسه ما در لیستینگ خود بهترین نکنم در لیستینگ خود بهترین نکنم مرا آرام ما میگم بیخی یک ماه وقت میگیره 2000 دلار مصرف شو اما لیستینگ به احسن ترین طریقه شو خدا بازی نتین خدا بازی نتین دی سیستم درست است زوزت لیستینگ کده میرین زوزت لیستینگ کده میرین زوزت لیستینگ کده میرین فکر میکنین که دنیا را چپا کردین یک قسم این خدا بازی دادن سر یک لیستینگ فوکس کنین یک لیستینگ به طور احسن کس اپتیمایز بکنین نتیجه شما براتون نشان دادیم که 60000 دلار ما از یک لیستینگ فروشات کردیم درست است شما بیست خدا بکنین
بست خدا بکنین. بعد از او که فروش هم نامد هیچ گپی نیست. کم از کم پیش وجدان وقتی که شو سر خود دبالش نمیمانین، پیش وجدان خود شرمنده خود نمیکنین. من چرا این کار نکردم؟ درست است؟ از اون کده یک چیز اگر ضرر هم میکنین او کار انجام داده ضرر کنی بهتر است از اینکه انجام نداده ضرر بکنی. چی میگین شما دیگه؟ درست است؟ اینی که از لیستینگ ما اپتیمایز شد یعنی ما از متریال هم نداشتیم، مواد خام نداشتیم. کجا بود عکسای ما؟ کجا بود؟ ما از دیگران رو کپی کردیم. بازم با گونه احسن کس ما بیست خود انجام دادیم. بازم دمی کس اپتیمایز کردیم. ما صرف ایمیجا رو ننداختیم که این دیسکریپشن ایمیجز. اگر دیگه کلی لیستینگ کس تایتلش اوکی شد، دیگه چیزاش اوکی شد. صرف اون امور هم پرتم که لیستینگ اپتیمایز میشه. باز سر از این مارکتینگ شروع کنم. این قسم لیستینگ کس اپتیمایز میشه. اینا سوال دارین بکنین سوالتون. ما برتان وقت میتم 10 دقیقه 15 دقیقه وقت است دیگه سوالتان رو پرسان کنین. سوال